امروز 30 می است و شما برنامه خبری را در پخش مستقیم تماشا دارید. من شالو گلخوجه در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخط موضوعات توجه کنید. طبیعت رحم نکرد، شما رحم کنید. کشاورزان ضرریده فرخاری امیدوارند که حکومت از آنها پرداختن انداز را طلب نمی کند. تاجیکستان هم صاحب قانونی حالت جنگی شد. در شرایط جنگی می توانند ارتباط تلفنی را قطع و روای شهروندان را محدود نمایند. در دوره جاری نموده مبارزه جنگ با مقصد تعلیم مدافع دولت این شد وظیفه‌های نقلیات که در ملکیت شخصی واقعی و حقوقی قرار دارند می توانند استفاده گردند. اندازه را نگاه دار. مقامات توجیک مقبره هایی را که خودسرانه بنیاد شدند از بین میبرند، ولی استثنا هم جای خواهد داشت. برای دیگرها بفهمند که همین خیلی بزرگا در دیار ما گذشتگی گفته مبادا همین خیلی آدم‌های معروفی همون دیاره اگر در بالای همون قبرشون بنا کنن یا که کشگاری کنن جایزه گفته اجازه دادن. در ناحیه فرخار 10 گکتار کشتی دهقانان ضرر دیدند. این کشاورزان میگویند باریدن با تکراری ژاله کشتی دوم آنها را از بین برده و خودشان را زیر بار قرض گذاشته است. حالا امید کشاورزان از مقامات این است که دست آنها را در چنین وضعیت بگیرند. در 20-25 سانتی متر در یک کمونده یک کلای نیول مونده. اینا چیش مونده دیگه اینا. سنتالله میرزایف پختکار از ناحیه فرخار بعد بارش نمیداند با زمینی آفت زدهش چی کند؟ چی خیلی کمی برف میزن زمین همون خیلی سفید شد دیگه. خیلی تقدیر بوده خیلی هم خیلی زدش بود دیگه کلوش پرونده اینا بروده. روز 26 می در چند دهات ناحیه فرخار ژاله بارید که به 250 گکتار زمین مردم ضرر رساند. 1 گکتار نی 1 گکتار. اوش 2.5 گکتار. او اولام 3.5 گکتار. ایمون نیم گکتاره. این دهقان میگوید او کم آسیب دیده است اما کشت برخی به تمام نیست شدند. مرادعلی خواجه‌یف سوم بار است در زمین کش میکند و با آفت روبرو می شود. قرضش تا 8000 سامانی رسیده است. یکم بار پاگجا سرد برد یک بار پخته هم خیلی چی شد برگش خوک شد امید مقرب که کنده شده بود. بود دویم بار خدای تعالی امید کنیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سنمو نگاه کنه ساوز میشه. در حقیقت یک ساوز نقص شده بود که جلوی یکم دایره بکرد. در جلوی یکم 30% زمین هم خیلی برهم خورد. 70% قریب مونده بوده. بعد اینا جلو و ازمین بعد زده همه یک خدا دروغ نکنه 80% زمین ما در یک خیلی جویاکو عمان پخته موندگی نیست. دهقانان میگویند 3 سال باز طبیعت به آنها رحم نمی کند. بیشتری آنها اجاره کارند و ممکن است به تنهایی دیگر از عهده حل مشکل خود نبرایند. پاره سال ملاخ اومد زدک پر نخای بو هم تاریخ نکاح بود زده بود. این سال بو اینا 2 بار جولا زدش. یا بار خنیکی 2 بار جولا زدش این سال. این دهقانان میگویند اگر حکومت دستگیری مالی کرده نتواند بگذار گذشته اندازی کند. اینازی نالوگ مورا نالوگ پرنا ایا گیتر 400 میسوب که بود کرایه تراکتور این سال رفتم میگه 800 پول بدی نالوگ فقط کرایه انداز یگانه تراکتوریست میگه گیترم 800 پول حساب کرد دیگه چه کنم اون نمیدونی. در حکومت ناحیه فرخار به رادیو آزادی گفتند کمیسیای مخصوص تأسیس یافته است که حادثه را می آموزد. دهقانان ضرر دیده را روی خط کردند. با دهقانان هنوز کسی نگفته است که بعد این نامنویسی تقدیر آنها چی می شود. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. وکیلان توجیک رضایت دادند که در تاجیکستان قانونی حالت جنگی قبول شود. سند تصویب شده وضع جنگی را در کشور یا منطقه‌های علیحده معین می‌کند. بر علاوه وارد کردن و یا استفاده نیروهای مسلح را در جایهای جنگی اجازت می‌دهد. قانون مذکور در حال قبول شد که تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. شادمانیتی تفصیلات می‌دهد. در حالت جنگی شهروندان وظیفه‌دار شدند دارایی‌شان را برای مدافعه تاجیکستان خرج کنند. این طلبات قانون است که پارلمان روز 29 می قبول کرد. در دوره جاری نموده مبارزه جنگ با مقصد تعلیم مدافع دولت این شد وظیفه‌های نقلیات که در ملکیت شخصی واقعی و حقوقی قرار دارند می توانند استفاده گردند.
در تاجیکستان باری اول از قانون درباره حالت جنگی قبول می شود. اکنون در دایره طلبات این قانون در حالت جنگی مقامات صلاحیت‌دار وظیفه دارند خدمت رسانی علاقه را محدود، نظارت فعالیت نشریه ها را پرزور و از بالای رسانه های اخبار عامه نیز سنزور جاری کنند. وکیلان پارلمان گفتند حالت جنگی نه تنها هنگام حمله مسلحانه کشور دیگر بلکه در حالت تهدید هم میتواند اعلان شود. اگر نواد و تهدید و خطر تا حتی تا درجه نیروی حربی از جانب عامل‌های بیرونی به یکی از اعضایان پیمان مربوطه احساس شود و آنها با آنها جنگ اعلان کنند، تاجیکستان وادار میشد که در یگان شکل طریق فرستادن لشکر یا دیگر جزئیاتش وارد جنگ شود و از این خاطر مجبور می شود که در داخل تاجیکستان نیز حالت جنگ را اعلان کند. با گفته مسئولان وزارت مدافعه هنگام اعلان حالت جنگی فعالیت جمعیتی رفت و آمد شهروندان محدود شده، مصادره مال و اموال ساکنان برای احتیاجات مدافعوی و جبران ارزش آن پیش بینی شده است. طبق قانون جدید حالت جنگی را پرزیدنت اعلان و پارلمان تصدیق میکند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه. 1 июн дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи кӯдакон ёд мешавад. маъмулан дар ин рӯз дар кишварҳо аз мушкилоти боризи атфол ва насли наврас мегӯянд ки мутаассифона кам нест. аз ҷумла дар Тоҷикистон низ бо вуҷуди талошҳои ҳукумати кишвар дар самти беҳтар кардани ҳуқуқ ва зиндагии атфол чанд масъалае то ҳанӯз боқист ки боиси нигарониҳои ҳомиёни ҳуқуқи кӯдак мебошад. дар остонаи рӯзи кӯдакон Зарангези Наврӯзшоҳ ва Барод Юсуфӣ бо Лучиана Калисини, раиси намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон суҳбат карданд ва дар бораи вазъи атфоли тоҷик пурсиданд. Perhaps I would highlight two of the most recent. One is that ما در این اواخر دو پژوهش گذرانیدیم. یکی هم با یوسعید در موضوع دموگرافی و سالمی. در آن تحقیقات ما یک چند ایندیکاتورها در مورد سالمی مادر و کودک را به نظر گرفتیم. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم موضوع غذای ناکافی کودکان وجود دارد. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین فوت کودکان تا 5 ساله حالا از 1000 کودک 33 کودک ثبت شد. این تقریبا با 20-22 کودک در یک روز در تاجیکستان برابر است. همچنین سال 2018 ما تحقیقات در مورد نورسان به انجام رسانیدیم. بر اساس این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد، 43% آنها در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. این خشونت مثلا در کوچه از همسالان یا در خانواده از سوی کدام اعضای خانواده یا در مکتب می باشد. اینها اکثرا خشونت جسمانی دیدند. در صحبت قبلی که ما با شما داشتیم گفته بودید یونیسف هم تلاش دارد کودکان تاجیک را از پناهگاه‌های عراق و سوریه بازگرداند. خب برای برگردانیدن این کودکان به تاجیکستان و مطابق شدن آنها به محیط دیگر یونیسف حالا چه کمک‌ها کرده ایستاده است؟ از تجربه‌ای که در طول چندین ده ساله که یونیسف با کودکان کار میکند، ما میدونیم که از همه جای خوب برای تربیت و به وای رساندن کودک این عائله میباشد. برای همین ما یک جای با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان کار کرده ایستادیم. همچنین دیگر همکارانمان در دیگر منطقه‌های کشور کار کرده ایستادند که این کودکان به عائله‌ها و عائله‌های به آنها نزدیک، یعنی عائله‌های خویش و تبارشان برگردانیده شوند. زیرا این موقع خوبی تربیت و بزرگ شدن کودکان میباشند. البته در بسیار حالتها پدر و مادرشان فوتیدند و یا در کشورهای جنگ زده عراق و سوریه می باشند. به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ اکثر کودکانی که از عراق و سوریه برگردانیده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانیده در سن از 5 ساله پایان هستند و طور معلوم کودکان خود را به محیط آسایشته مطابق کردن آسان‌تر است. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تیزتر به محیط نو مطابق شوند. اما از 30-35 نفر کودکان برگردانیده شده مکتب بچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضروری است. این هدف اصلی ما است. آنها باید تحصیل را با همسن و سالهای خودشان ادامه دهند.
make that final step to adjusting back to life in a Tajik classroom. تشکر زیاد برای صحبت خوب و پرمحتوا. در صحبت ما بودند لوچیانو کالیستینی، رهبری نمایندگی یونیسف در تاجیکستان. و بینندگان عزیز، صحبت مفصل رئیس نمایندگی یونیسف در تاجیکستان را میتوانید در آزادی ویدیو تماشا کنید. در تاجیکستان سرنوشت مقبره‌هایی را که به گفته مقامات غیرقانونی بنیاد شده‌اند حل می‌کنند. هنوز دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تصویب قرار قبرستان‌ها و شیوه دفن را در کشور تنظیم کرد. طبق آن اندازه یک قبر نباید از 2 متر درازی و سنگ خودتیروی بالای گورها از 1.5 متر بلند باشد. تقدیر مقبره و سنگ‌های مزاری که به این مقررات جوابگو نیستند چه خواهد شد؟ در گزارش می‌بینیم که مومن احمدی آن را تقدیم می‌کند. در تاجیکستان مقبره و سنگ‌های مزاری با حشمت روی آرامگاه‌ها چندان زیاد نیستند. ساکنان میگویند دین اسلام چنین اسرافکاری را درست نمی‌شمارد. برای یک آدم نشانه که مقصد برام قبر مقصد فرزند پدرم برای نشانه خیلی میمونند. حتی що خیلی بوی реклама کنی گیرچه محکم کنی خیلی درست نیست. اگر بود باشه چه معنی است تیرش نمی‌سازی؟ پدر رای مادر رای گفت اما هر کس قدرت با توان که نباشه میشه به سنگ هم میشه برای که هم قبری هم گم نشود نشانه ده. هر کسی که زوراوری به خودش نه که اصلا سنگ مایده خوبتر است. طرفداری که در همون دین اسلام چه خیلی اومده که همون طرفداری اول. تصمیم مقامات درباره ویران کردن مقبره‌های بزرگ که در آرامگاه‌های تاجیکستان بدون اجازه ساخته شدند در شبکه‌های مختلف واکنش‌های را به دنبال داشت. برخی کاربران تنقید کردند که مرده‌ها را نیز آرام نمی‌گذارند. یوسف به سنگ تراشی و آماده نمودن سنگ‌های مزار در یکی از آرامگاه‌های دوشنبه مشغول است. او میگوید درخواست مشتریانی را که می‌خواهند برای مزار خانواده‌هایشان سنگ‌های بزرگ فرمایش بدهند رد می‌کند. ай ҳама майдаш мисол 30 ба 60 размеро ай 30 ба 60 сар мешавад то 1 ба 50 айура калонаш иҷозат нест мумкин нест мо намекунем. حالا نمایندگان کمیته زمین و دادستانی کل در همه آرامگاه‌ها تفتیش می‌گذرانند. روحانیان میگویند مقبره‌ها را روی خط خواهند کرد. تفتیش قانونمندی ساختمان آن را معین می‌کند و بعد این در مورد باقی گذاشتن و یا تخریب نمودن آن تصمیم گرفته می‌شود. اصلا قبر جای خرابه است. در جای خرابه بنا کردن یا که نباشه کجکاری کردن یا گچکاری کردن میگن یا که نباشه سنگ‌های بدوایما موندن یا خانه‌های بناهای کلان کردن از حضرت پیغمبر نهی وارد دیگه. طبق قرار مقبره‌هایی که با دستور حکومت بنیاد شدند یا اهمیت دینی و فرهنگی و تاریخی دارند باقی میمونند. شرح همین حدیث علمای بزرگ اسلام میگن که اگر به شرطی که آدمی که معروف باشه، آدمی مشهور باشد، برای نسل آینده برای عبرت مونه، برای دیگرها بفهمن که همین خیلی بزرگا در دیار ما گذشتگی گفته مبادا همین خیلی آدم‌های معروفی همون دیاره اگر در بالای همون قبرشون بنا کنن یا که کجکاری کنن جایزه گفته اجازه دادن. به قول روحانیان افرادی را که برای نزدیکانشان مقبره بنیاد کردند جریمه نمی‌کنند. این ساختمان‌ها ویران کرده می‌شوند. مقامات از ساکنان دعوت دارند مبلغی را که می‌خواستند برای بنیاد مقبره‌های با حشمت صرف کنند برای تعمیر راه یا مکتب، ساختمان پول و دستگاه‌های آبکشانی در دهه‌ها بدهند. به باور روحانیان ثواب این عمل خیر برای آنها و گذشتگانشان در دنیا و آخرت خواهد رسید. دادگاه در ولایت کالوگای روسیه 5 شهروند تاجیکستانро از 9 تا 12 سال زندان محکوم کرد. این افراد به کشتار و راهزنی ابدار دانسته شدند. طبق حکم دادگاه محکوم شده ها تا 20 سال 2017 به منزل صاحبکار در دهه اوچخوز حمله کردند. در پی این حمله 2 نفر از صاحبخانه ها مجروح شده، 1 نفر دیگر از جراحت‌های برداشته به هلاکت رسیده است. این مطلب آخری برنامه امروز بود. بینندگان عزیز، گزارش‌های از این بیشتر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسند. بر علاوه در شبکه‌های اجتماعی نیز ما صفحه داریم که میتوانید مطالب خواندنی رو از آنجا پیدا نمایید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا آن وقت خدا نگهداری هر یک شما باشد.